سلام. امروز خیلی انرژیم پایینه. ضربان قلبم خیلی بالاست و حالت تعب هم دارم. الان اومدم سر کلاس. 10 دقیقه به 5 و همونطوری که میبینید صدای یعنی حرف زدنم هی نفس کم میاره و اینکه کلاسمو ببینید الان که خالیه. دیدین؟ آره. آره نمیدونم چرا احساس میکنم که الان میافتم، حالم بده، خیلی احساس بدی دارم. نمیدونم دقیقا دلیلش چی میتونه باشه. استرابم ندارم که بگم مثلا استراب دارم اینجوری، ولی آره یکم انگار تنگی نفس دارم، یک کمی انگار ضربان قلبم بالاست، یکم هم خلاصه که احساس ضعف کردن و انرژی پایین و اینو دارم. بعد آره نمیدونم امروز قراره در مورد چی حرف بزنم، ولی آره یکی از چالشام میدونید چیه؟ این روزا یکی از چالشام اینه که بر اساس کتاب تاچستون کلا کتاب سنگینیه. بعد وقتی کلاس شلوغ باشه، به نظر من به نسبت شلوغی کلاس باید تعداد جلسات بیشتر باشه، ولی به نسبت تعداد جلسات هم کمه. حتی به نظر مثلا هر یونیت 3 جلسه برای مثلا یک کلاسی که 15 نفر توشن و بالاخره مدام برشون سوال پیش میاد و کنترلشون سخته و سر صداشون زیاده و خلاصه 1000 تا دلیل داره، به نظرم تایم کمیه. آره بعد برای همین و از اون طرفم این مثلا بیسیک ها بچه‌ای هستن که خیلی انگار خب حقم دارن. میدونی بچه‌ها وقتی مدرسه میرن باید درس بخونن، 1000 تا کلاس دیگه میرن، باید آمادگی داشته باشن، و زبانم میان دوباره باید بخونن، خسته میشن چقدر همش در حال خوندن باشن. واسه همین اگر میشد که مثلا ساعت ها تعدادش بیشتر بود، مثلا به ازای هر یونیتی 6 جلسه بود، همونجوری که ما موقعی که میگذروندیم اینجوری بود، اینطوری باعث میشه اقلن وقت کافی برای بچه ها توی کلاس باشه که هم مسائلشون رو حل کنن، هم تمرین حل کنن، هم سوالاشون رو جواب بدن، هم اون میزان زمانی که لازمه برای زبان انگلیسی بذارن و تو همون تایم کلاس مثلا حداقل بذارن. بعد اینجوری اگر تو خونه هم کار کردن خب چه بهتر، اگر نکردن اقلن زمان کلاس براشون کافیه، یعنی تو همون کلاس چیزایی رو که باید یاد گرفتن. ولی یکی از چالشام در حال حاضر اینه که زمانم خیلی کمه به نسبت جمعیت و به نسبت جلسات و به نسبت حجم کتاب و به نسبت اینکه بچه اصلا خیلی شیطونن، بعد نمیتونن که مثلا تکلیف می نویسن، تمرکز نداشتن، قشنگ معلومه که همینجور تو هوا یه چیزی نوشتن برات فرستادن. بعد برای همین برای یک از چالشام اینه که دوستم ندارم که بخوام به زور و اینا اعمال بکنم، به زور بخوام مجبورشون بکنم کاری بکنن، چون فکر میکنم که اجبار هیچ وقت کار خوبی نیست، یعنی قشنگ نیست، اصلا جذابیتی نداره. حالا مثلا من 4 دفعه هم مجبورشون کردم و تکلیفم نوشتن، ولی من فکر میکنم باید یه طوری بشه که اینا خودشون خودکار برن سمت اینکه بخوان تکلیف بنویسن یا مثلا از این کارا بکنن. برای همین از زور اعمال کردن حقیقتا خیلی خوشم نمیاد. دارم تلاش خودم رو میکنم که زور و اینا نباشه، جبری کار انجام نده، ولی خب خیلی دوست دارم که بتونم اون انگیزه ای رو که باید درشون ایجاد بکنم که خودشون خودکار بخونن، خودشون خودکار مشقاشون رو بفرستن، خودشون مثلا پیگیر این موضوع باشن. حالا البته که تازه هنوز جالبش اینجاست، هنوز به نسبت بیسیکا، به نسبت الیمنتری ها بیسیکا هنوز بهتره، با اینکه سن سالشون هم پایین تره، بیشتر انگار هنوز میشه که به راهشون آورد و بخوان مثلا بنویسن و تکلیف انجام بدن بفرستن. الیمنتری ها که اصلا هرچی بهشون میگم، هرچی اصلا انگار نمیدونم اون میزان جدیتی رو که باید به خرج بدن نمیدن. و
آره، یکی از چالش‌های این روزام اینه. دارم تلاش میکنم که راهشو پیدا کنم، ببینم چجوری میشه علاقه‌مندی رو توشون ایجاد کرد و فکر میکنم حالا باید با مسئول آموزشگاه و اینا یه صحبتی هم داشته باشم توی این زمینه که اصلا کلا احساس میکنم کلی سوال توی ذهنم میچرخه که نیاز دارم مثلا یه صحبتی داشته باشم در این زمینه که آقا مثلا قاعده آموزشگاه چیه؟ مثلا الان اینه که من میخوام دارم رو بیزنس بودنش نگاه میکنم یا اینکه نه آموزش برام چیز مهمیه. از بچه اومد سلام. بعد از کلاس هم اومدیم تو خیابون بریم خرید بکنیم. یه چند بار میخواستم ویدیو بگیرم، یه بار الانم که نور درست نیست، ولی خودی حالا چیکار کنم، از وقتا دوست دارم اون لحظه ویدیویی رو بگیرم حتما. برای یکی از بچه ها اومد بالا، اون سر کلاس بودم، یکی از بچه ها اومد بالا دیگه، من ویدیومو مجبور شدم قطع بکنم. آره دیگه امروز آره بعدش که گفتم احساس میکنم انگار یه مشکلی دارم و ضربان قلبم بالا سینه، یه قرص قلب خوردم، یکم بهتر شد. یعنی اصلا کلا وقتی میرم سر کلاس، البته حتما آدم قاعدتا باید حالت خوب باشه که اینطوری باشه دیگه، اصلا دیگه برش نمیفهمم که این 3 ساعت چه جوری میگذره، انقدر که دیگه آدم سرگرم میشه و مشغول میشه با کلاس و حالا مثلا چیزایی که هست. آره خلاصه که خیلی کلاسمون تموم شده و الان تو راه بودم، گفتم حالا ویدیومو که ناقص چیزش کرده بودم اینجا ادامهشو بگم و این. ولی نمیدونم این حس 2 طرف هست یا هرچی، ولی انقدر من کلاس زبانمون و مخصوصا بیسیک رو دوست دارم که حد نداره، خیلی توش خوش میگذره. امروز موقعی که داشتم میومدم صاحب آموزشگاه هم بود دیگه، پرسید که خوش میگذره و اینا، گفتم آره خیلی با بچه ها مثلا با بچه های بیسیک خیلی خوش میگذره و کلی ازشون انرژی میگیرم و واقعیت هم همینه. مثلا انگار وقتی میرم سر کلاسه، شاید خصلت آموزشه، نمیدونم، شاید حالا به هر دلیل، ولی کلا یادم میره، انگار توی دنیای دیگه ایه. یهو مثلا بعدش که کلاس تموم میشه انگار دوباره پرت میشی تو دنیای واقعی. موقعی که فرندز میدیدم هم همینطوری بود، همیشه فکر میکردم که انگار فرندز یه داستانیه که مثلا آدم میره و توش زندگی میکنه، مثلا انگار یه جوری یه عضوی از اون گروه میشدی که انگار موقع دیدن اون فیلمه تو یه بخشی از یه داستان چیزی بودی، یه داستانی که انگار مثلا متعلق به این دنیا نبود. بعد ولی مثلا فیلم تموم میشه دوباره تو فرد میشه تو این دنیا. الان دقیقا کلاس هم همینطوری، وقتی که میرم سر کلاس و مشغولم و اینا، خیلی کلا انگار توی دنیای دیگه. بعد که مثلا کلاس تموم میشه یا به خودم میگم مثلا من کیم، کجام، چطوری، مثلا انگار همه چی متفاوته، ولی میری توی دنیای دیگه میری توی دنیای دیگه خوب نه بد، یه چیزی که انگار خیلی بهت خوش میگذره، انگار اون تایم خیلی متفاوت میگذره. آره خلاصه که خیلی با بچه ها خیلی خوش میگذره، خیلی احساس خوبی ازشون میگیرم، خیلی انرژی بهم میدن این گروه سنی، خیلی احساس میکنم که دوست دارم باهاشون ارتباط بگیرم و انگار دوست دارم که کمکشون بدم. مثلا بعضی وقتا فکر میکنم که حتی اگر مثلا لازم بشه به همین گروه مثلا بگن ریاضی درس بدم یا چه میدونم فیزیک درس بدم یا هر چیز دیگه هم که بخوان مثلا درس بدم، من دوست دارم این کارو بکنم، چون که اصلا حس خوبی داره، حس این که بهشون کمک بکنی و اونا به تو انرژی بدن، به تو احساس خوبی بدن. یادم یکی از دوستام لاله همکلاسی زبانمون بود، بعد میگفت که من خیلی دوست دارم که برای بچهای کم سن و سال، حالا اون مثلا تو گروه سنی پسرش که حالا اون موقع 7-8 سالش بود، میگفت خیلی دوست دارم زبان درس بدم توی این گروه سنی و انقدر تلاشش کرد که بالاخره شد تیچر همون گروه سنی. بعد و من مثلا هیچ وقت همیشه میگفت آره خیلی احساس خوبی، انرژی خیلی خوبی ازشون میگیرم، خیلی دوست دارم معلم این گروه سنی باشم، خیلی احساس خوبی بهم میدن اینا. مثلا اون موقع نمیفهمیدم که لاله داره در مورد چی حرف میزنه، ولی الان مثلا احساس میکنم که البته من قبلا هم خودم هم متوجه شده بودم که این گروه سنی رو خیلی دوست دارم، خیلی باهاشون ارتباط میگیرم، دوست دارم، خیلی خیلی خوش میگذره باهاشون.
احساس خوبی ازشون میگیرم وقتی که باهاشون اصلا هم کلام میشم، هم صحبت میشم، در مورد دغدغه هاشون میفهمم. اینا رو همیشه دوست داشتم و الانم که مثلا اومدم تیچر این گروه سنی مثلا تینیجرها شدم، خیلی دوست دارم. خیلی بهم احساس خوبی میدن، خیلی بهم انرژی خوبی میدن. خیلی دوست دارم، احساس میکنم که حس این که احساس کنی که باید مراقبشون باشی، مثلا حواست باشه بهشون، مثلا دور بپایی که مثلا یه چیزی براشون پیش نیاده. نمیدونم، مثلا یه حس خیلی خوبی بهشون دارم، حس هم خوبی بهشون دارم و حس خوبی ازشون میگیرم. آره، خلاصه که اینم بعد یکی از جلساتمون گرفتم. حقیقتا آمار جلساتم دیگه از دستم در رفته. فکر کنم جلسه 16 هم اینا هستم الان فکر میکنم. آره دیگه، ولی خلاصه که اینطوریه. من میام اینجا ابراز احساسات میکنم، اون چیزی که از مغزم میگذره رو باهاش دارم اون موقع دست و پنجه نرم میکنم و باهاتون به اشتراک میذارم و هدفم هم اینه که دوست دارم موثر باشم. من سوسن نادری هستم و خوشحال میشم که هرچند کوچیک تاثیر مثبتی توی زندگی شما داشته باشم.